الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام و عرض ادب خدمت شما مسئولین عزیز. امیدوارم که جور صحتمند باشین. خوش آمدید به جلسه هفدهم امروزی که انشالله در مورد قسمت کنترل پنل در مورد ساوند صحبت میکنیم، در مورد صدا و تنظیمات صدا که در داخل کامپیوتر چه قسم صدا کامپیوتر تنظیم و ترتیب میکنیم یا بس تغییرات رو میاریم. خب میریم قسمت کنترل پنل میبینیم که خب شما اگر این قسمت ببینید، این قسمت تنظیمات ساوند که است، بالا زیر فشار بدین تنظیمات صدا را برای شما باز میکنه. همه تنظیماتی که مربوط به ساوند یا صدای کامپیوتر شما باشه، این قسمت شما میتونید اون را تنظیم و ترتیب کنین. خب در قسمت اول که از این منوی اولی که است، اگر شما ببینید این قسمت نوشته است پلی بک یا پلی بک یا پخش صدا را میگه که هم پخش صدا از کدام قسمت شود. این قسمت اگر شما میتونید خود قسمت منوی پلی بک است شما یا پخش که از فارسی برش پخش میگه، این قسمت شما میتونید که از همین لیست وسایل خروجی را، یعنی صدا را که به شکل وسایل خروجی از اسپیکر خود جمله وسایل خروجی حساب میشه. یعنی این قسمت هم لیست وسایل خروجی یا لیست اسپیکرها را براتون نشان میده که در این قسمت همون لیست موقعیت داره. اگر این قسمت شما ببینید که فعلا که از لیست وسایل خروجی یکی از خود کامپیوتریم است که از این قسمت اگر ببینید اسپیکرز یا هدفونز، این مایک داخلی خود کامپیوتریم است از جمله وسایل خروجی حساب میشه. این اسپیکر و همچنان یک وسیله خروجی دیگه است که مای مانیتور یا مانیتور یا ال سی دی یا اسکرین دومی ما کامرای از کامپیوتر وصل از این قسمت برای ما همو اسپیکر رو نشان میده. خب از این قسمت ما ترتیب و تنظیم میتونم که صدا را که از وقتی که من بشنوم از طریق اسپیکر خود کامپیوتر خود بشنوم یا از طریق تلویزیون یا اسپیکر دومی خود که من به کامپیوتر خود از طریق HDMI وصل هستم از اون طریق بشنوم یا از اون طریق که من تنظیم کنم یا ترتیب کنم صدا را. خب اگر این قسمت ببینیم من بالای از کلیک میکنم بالای کامپیوتر من فعلا که اگر ببینید اسپیکر یا هدفونز خود صدا که است، اما از صدا را هر چیزی که میشنوم از طریق خود اسپیکر داخلی کامپیوتر خود میشنم که در کامپیوترم است. بالای کانفیگر کلیک میکنم در قسمت که است، در قسمت کانفیگر که است اگر شما در قسمت ببینید شما در قسمت که است ترتیب و تنظیم میکنن یا کانفیگر میکنن خود اسپیکر کامپیوترتونه. در این گزینه که است اگر شما ببینید در قسمت استریو، در این قسمت که است برای شما که همون لیستی همو آدیو چینلز یا لیست همون چیره براتون نشان میده. اسپیکرهایی که مثلا داخل کامپیوتر تون است، فعلا که داخل کامپیوتر ما که از این میکروفونی استریو استفاده شده و این قسمت که است تست بالا کنید برای شما که همون میکروفونی چپ و راست شما که داخل کامپیوتر خود دو نوع که اسپیکر داریم، یک اسپیکر لفت داریم و یک قسمت که اسپیکر رایت داریم. در قسمت رایت کامپیوتر داریم، در قسمت لفت کامپیوتر داریم که در دو چپ و راست که شما دو میکروفون داره کامپیوتر داریم که از این قسمت شما میتونید اون را مشخص کنید که جور است و یا تستش کنید. بالا از یک نیست کلیک کنید. در قسمت اگر ببینید select full range speakers، خب این چه معنی؟ در قسمت اگر select full range speaker کسی گزینه که برای شما مشخص میکنه که اسپیکر شما که از قادر به پخش همه فرکانس های صدا را داره. مثلا شما دیده باشین صدا ما فرکانس های مختلف داریم که مثلا صدایی که زیر و بم داره، یعنی صدای فرکانسی بالا داره و پایین داره، یعنی بعد صدا که شفاف است یعنی بیس است، و بعد صدا که یعنی بم است یعنی بسیار که پایین است، یعنی قسم ما نامیده. این قسمت که شما میتونید امی صدا را که مشخص کنید و بس تنظیمات امی زیر و بم بی صدا را که مثلا از این قسمت تعیین میکنید. مثلا اگر اینجا ببینید فول رنج اسپیکرز، در این قسمت فول رنج اسپیکر که است بلنگوها را که است خود بلنگوهایی که در داخل اسپیکر شماست، در این قسمت میتونه تایپ همه فریکانس. بعضی اسپیکرها را اگر شما دیده باشین یا اسپیکرهای بلنگوها که است میتونه که همه تایپ‌های یا همه فریکانس ها را که است یعنی پخش کنه. این صدا را که مثلا به طور واضح یا به طور شفاف پخش میکنه. اگر شما دیده باشین بعضی اسپیکرهای مثلا بسیار قوی میباشه در قسمت کامپیوتر، در قسمت از خود کامپیوتر که اسپیکرهای بعضی کامپیوترها که بسیار ضعیف میباشه، یعنی زیاد کس نمیتونه که صدا رو به شکل واضح هم زیر و بم یا همه فرکانس های صدا رو که پخش کنه. یعنی پس این کس یعنی مثلا در این قسمت اگر شما مثلا از لاود اسپیکرها استفاده میکنید از اسپیکرهای خارجی استفاده میکنید که به شکل مانیتور شما وصل بود یا لاود اسپیکر خارجی بود که بسیار قیمت باشه و کیفیت بسیار خوب باشه، خب در این قسمت شما این رو میتونید از این قسمت انتخاب کنید. خب وظیفه چی است؟
وظیفه از یک شمایی را انتخاب کنین. ویندوز که هم صدا را که بدون فیلتر که به مو اسپیکر انتقال میکنه، یعنی ویندوز نمیکنه که او را فیلتر کنه یا ویندوز به او تعیین نمیکنه که چه قسم تعیین کنه. خود کامپیوتر که است همین خود لاد اسپیکر که است برای شما که است همون صدا را به شکل خود که به شکل فول رنج که است همون بیس و همچنان زیر و بم باشه همیشه تعیین میکنه، یعنی صدا را به کیفیت بسیار خوب براتون مثلا تولید میکنه، براتون پخش میکنه. اگر این کس مثلا برای کامپیوتر کس دائم خوب است که خاموش باشه، به خاطر که وقتی که میخواستی مثلا فیلم ببینی یا مثلا یا گیم بزنی دیگه قسمت کس با صدا را کس تغییر میده. ولی اگر تو که از قسمت مانیتورهای مثلا قیمتی داشته باشی از اسپیکرها یا از پروژکتور استفاده کنی، اگر تو فرانت لفت اند رایت این گزینه را تو انتخاب کنی یا فول رنج اسپیکرز انتخاب کنی، همون صدا را کس اسپیکر را قوی میکنه، صدا را هم کس قوی میکنه و همچنان کس همون پخش صدا کیفیت و کمیت صدا را کس بسیار خوب میکنه. یعنی نظر به کیفیت زمون اسپیکر کس تعلق به کیفیت اسپیکر داره که اسپیکر شما چقدر کیفیتش خوب است. یعنی به طور عموم که از کامپیوتر و از خود کامپیوترهای که ساده باشه مثلا استفاده شو، از اون کس مثلا به خاطر کارهای روزمره استفاده شو که صدا را که به شکل عادی پخش میکنه. ولی اگه شما دیده باشین یعنی اسپیکرهای قوی باشه مثلا در بعضی مثلا سینما یا در بعضی مثلا تئاتر یا بعضی مثلا پروگرام‌های خاص یا بعضی پروژکتورها یا بعضی گیم‌ها مثلا در بعضی جا کس از اسپیکرهای قوی استفاده میشه، پس اینی که از فرانت لفت اند رایت کس تعیین میکنه، یعنی در قسمت که از فول رنج اسپیکر شده اینجا او یعنی بال میکنه، یعنی صدا را که از با کیفیت بسیار خوب براتون تحویل میده، یعنی صدا را بسیار کیفیتش خوب میکنه. خوب از این قسمت شما میتونید بالا جای کلیک کنید صدا را که از چپ و راست که آیا اسپیکر راست و چپ شما که از کار میتونه. بالای این نکست کلیک میکنین و بر شما که صورت تنظیم میکنه. خب من که از فعلا از این چیز استفاده نمیکنم از اسپیکر، خب من آفش میمونم. خب در این قسمت که است اگر ببینید سیت از دیفالت که است، اگر بالای کلیک کنیم مثلا به شکل اگر من بالای کلیک کنم من کامپیوتر ما که صدا را که به شکل دیفالت یا به شکل اتومات که است وقتی کامپیوتر ما روشن میشه همین صدا را بالای از این مانیتور تنظیم میکنه، یعنی از مانیتور دومی ما که صدا می اگر بالای کلیک کنم فعلا با دیفالت که است هدفونز یا اسپیکر از کامپیوتر ما است. خب میتونم که از این قسمتش ما ایره چنج کنم. خب شما میتونید از این قسمت هم صداتون میتونید که از داخل کامپیوترتون به از مانیتور دومی با LCD تان چنج کنین یا از LCD و دوباره با اسپیکر هم چنج کنین. و اگر دیده باشین در قسمت پایین این قسمت شما کامپیوترتون که است یک آیکن صدا موقع داره. در این آیکن صدا که از این قسمت شما صدا رو پخش و بلند میکنین و بالای از این که ما فعلا اسکرین دومی استفاده میکنم. این قسمت آیکن نمیه، وقتی که بالای از کلیک کنین در اون قسمت که شما میتونید از نیم که صدا رو که از بالای مانیتور اولی و از مانیتور و بالای خودی کامپیوترتون تنظیم کنین. خب در قسمت پراپرتیز که از تنظیمات و مشخصات از اسپیکر کامپیوتر شما رو بر شما نشون میده که کدام تنظیمات کدام مشخصاتی داره. خب در این قسمت اول که شما میتونید از این قسمت اگر ببینید شما نام ایزی چیز میتونید هر نامی که شما خواسته باشین برش نام داده میتونید. مثلا میتونید مثلا مای پی سی برش نام نوشته میتونید مای پی سی مثلا اسپیکر، هر نامی که شما خواسته باشین برش داده میتونید مای پی سی اسپیکرز. ولی این قسمت شما میتونید آیکنش تغییر بدین، آیکن ایزی میره مثلا به این شکل تغییر بدین یا به این شکل یا به این شکل، هر قسمی که شما خواسته باشین مثلا مورا تغییر داده میتونید. مثلا من میخوام که به این قسمت که آیکنش تغییر بدم، ببین آیکن از صدا که به این شکل به ما تغییر خورد. خب در این قسمت کنترلر اینفورمیشن که در مورد کنترلر ازی برای شما معلومات میده، در مورد زمین خود زمین اسپیکر. اگر این قسمت ببین در قسمت جنرال که برای شما تایپش نشون میده که چه قسم دیوایس کدام چیزا رو پخش میکنه که صدا رو پخش میکنه به خاطر ویدیو و به خاطر گیم که است از استفاده میشه. و منفکچر که است و شرکتش میگه که کدام شرکت به نام ریل تک کسی رو جور کرده و همچنان لوکیشنش که است HDI بس درایور. در قسمت بس درایور خودی کامپیوتر در قسمت مادربرد کامپیوتر موقعیت داره و this device is working properly، دیوایس که است به شکل درست کار میکنه. و همچنان در قسمت چنج سیتینگ که از بعض سیتینگ های ازی که شما میتونید از این قسمت تغییر بدین که درایوراش براتون نشون میده کدوم درایورها که است مربوطی از این میشه. اگر این قسمت ببینید لیست درایوراش براتون نشون میده. همچنان از این قسمت شما میتونید درایورش
آپدیت کنین یا از طریق کامپیوتر میتونین آپدیت کنین که بالا ازی کلیک میکنین از طریق اتوماتیکلی خود کامپیوترتون براتون میافت میکنه، یا شما برش یک درایور موقعیت مشخص کنین از قسمت برش درایور آپدیت میکنین. و دیگه قسمت که از دیسیبل دیس دیوایس، اگر من بالای دیسیبل کنم از این دیوایس که به من یعنی دیسیبل میکنه، یعنی من از استفاده نمیتونم، یعنی صدا کس با طور کلی کس دیگه از کامپیوتری از اسپیکر کامپیوتری ما پخش نمیشه، یعنی به خاطر که ایره ما امی اسپیکر ما دیسیبل کنم و انستال دیوایس. اگر بالای کلیک کنم از کل سیستم کسی دیوایس به من اینستال میکنه، یعنی حذف میکنه همه سیستم و همه تنظیماتی که مربوط به می اسپیکر میشه. شما میتونید باز بعد از ایره پس اینستال کنین. و این قسمت دیتیلز و ایونت میمونه که مربوطی ما نمیشه خودش فقط. و دی قسمت دیگه اگر ببینین جک انفورمیشن، در قسمت جک خود جک چی رو میگه، اگر شما دیده باشین قسمت همین وقتی کامپیوترتون کسی هدفون وصل میکنین، اگر در قسمت شما ببینین یک قسمت جک ولی به شکل یک آکس کیبل ولی اگر شما نصب کنین، اون قسمت با همین قسمت اولی که در کامپیوتر وصل میشه رو به نام جک میگن. و ال و آر که از لفت و رایت که از انالوگ جک است. خود جک که اگر شما ببینین بعضی وقتا که اگر شما اسپیکر ها را به کامپیوترتون وصل کنین، جک که مثل اما گوشکی لاین داره، اگر شما دیده باشین همین کیبل وری به شکل از جک داره. و اگر شما دیده باشین وقتی بعضی میکروفون ها که به شکل یو اس بی جک داره، یعنی به شکل یو اس بی که برای شما که از داخل کامپیوترتون میشه و از طریق یو اس بی که برای شما کسی این چی را انتقال میده، یعنی صدا را که برای شما انتقال میده. ولی اگر ببینید اینجا انالوگ جک هم هست. انالوگ جک است به شکل سیگنال است، یعنی جک سیگنالی است. فعلا اگر شما ببینید صدا رو به شکل سیگنال ما پخش میکنم خود اسپیکر کامپیوتر من، یعنی از اسپیکر کامپیوتر من صدا به شکل انالوگ یا به شکل سیگنال پخش میشه. به شما دیده باشین این چیزی وصل نیست براش، از داخل کامپیوتر صدا خارج میشه به شکل اسپیکر. اگر دیگه قسمت شما ببینید ما بالا از پراپرتیز کلیک میکنم، یکی از اسپیکر دومی است، از اسپیکر دومی ما یعنی از خود مانیتوری است. اگر دیگه قسمت شما ببینید دیگه قسمت به من نوشته HDMI دیجیتال جک، این خودی صدا که از طریق کیبل HDMI که به داخل از این که مانیتوری ما که انتقال میکنه، یعنی این مانیتوری ما که صدا را که از طریق HDMI دریافت میکنه، از طریق کیبل جک HDMI به ما دریافت میکنه که این براتون مشخص میکنه که از چه طریق که همون صدا که برای شما پخش میشه. اگر شما ببینید داخل خود کامپیوتر ما از طریق انالوگ جک که از طریق همون ساوند کارت یا از طریق همون خود اسپیکر داخلی که میتونید مرکز ما پخش میشه. خب از این قسمت شما میتونید یوز دیس دیوایس، از این قسمت شما میتونید دیوایس که انیبل و دیسیبل کنید که میتونید اگه شما میخواسته باشین که ایره استفاده کنید. مثلا ما میخوایم که از داخلی کامپیوتر ما از مانیتور دومی کسی از ال سی دی مرکز از این قسمت همی استفاده کنه. مثلا اینو میخوام دیسیبل کنم، بالا از کلیک میکنم و اپلای انتقال میکنم، اپلای فشار میدم و این کس دیسیبل شو. ببینید کلمه در قسمت به ما آمد، یعنی از اینکه دیگه صدا کس از بالای زی نمی از مانیتور دومی من، فقط از مانیتور اولی من که صدا استفاده میشه. شما میتونید پس از این قسمت ایره انیبل کنین یا میتونید پس ایره فعال کنین از این قسمت. خب در قسمت لیولز که است، این قسمت میزان سطح صدا را که شما تعیین میتونین که چقدر صدا کس در این قسمت که درجه صدا کس بلند باشه و درجه صدا کس یا پایین باشه، یعنی از اینجا شما میتونین اون رو ترتیب و تنظیم کنین. این اگه شما خواسته باشین ببینید که دیگه که سپیکرز اند هدفونز از قسمت اسپیکرتونه میتونید صدا را کس هم در این قسمت شما میتونین رو تنظیم کنین. در این قسمت آیکن موقع داره و هم شما از این قسمت شما میتونین رو تنظیم و ترتیب کنین. و در این قسمت شما میتونید صدا را کس میوت کنین یا صدا را بخی ساکت کنین، یعنی بخی این چی شوه ساکت شوه سایلنت شوه. و همچنان در قسمت بالانس که است، در قسمت بالانس که شما میتونین تعادل صدا را برقرار کنین. چه قسم تعادل صدا را برقرار کنین؟ اگه شما دیده باشین من براتون در قسمت قبلا گفتم که کامپیوتر شما دو دانه اسپیکر داره که در قسمت راست است و در قسمت چپ است. کامپیوتر بعضی کامپیوتر رو شاید زیاد داشته باشه ولی کامپیوتر مرکز در قسمت راست و چپ خود داره. شما میتونید این قسمت تعادل صدا را تنظیم کنین. چه قسم که در طرف اسپیکر راست شما و در قسمت اسپیکر لفت چقدر صدا موجود باشه، یا در قسمت اسپیکر چپ شما کس میخواین رو بخی صدا نباشه، یا مثلا در راست صدا باشه در چپ کس نباشه. شما میتونید از این قسمت رو تنظیم کنین، یا میتونید که اردوش که به شکل میانه کس هم 50%
50% کس هم دو صدا باشه و هم 50% قسمت رایت باشه. شما میتونید از این قسمت رو تنظیم و ترتیب کنین. خب از این قسمت شما میتونید رو بالانس کنین یا تنظیم کنین. خب در قسمت ادوانسد که از تنظیماتی که پیشرفته‌اش هست یا تنظیماتی در این قسمت شما میتونید که سرعت پخش صدا را یا انتقال صدا را مشخص کنین یا کیفیتش چقدر باشه. یعنی کیفیت صدا که همیشه که از نظر به هرتز که واحد اندازه‌گیری فرکانس که از هرتز است و همچنین به اندازه بیت، یعنی به این کس شما میتونید او را تنظیم و ترتیب کنین. هر چقدر که صدا که و بیت و هرتزش بالا باشه مقدار کوالیتیش که بالا باشه. که از این قسمت اگه شما می‌خواستید ببینید کوالیتی صدای شما که از لاد اسپیکر که پخش میشه یعنی زیاد باشه یا کم باشه، ببینید این قسمت که از 48000 هرتز است یا 24 دپ است. بعضی اسپیکرهایی که مثلا خارجی باشه یا اسپیکرهایی که کیفیتش بالا باشه از این کدام بالا میشه. فعلا اگه وزیر ببینیم که از این اسپیکر از دومی مکس چقدر مثلا تنظیمات هرتزش است، ببینید از این که چقدر کم است 16 بیت است و 48000 هرتز است. یعنی کوالیتی از این که از نظر به کوالیتی کمتری مکس مکس اسپیکرش از این که بالا است. خب از این قسمت شما ببینید از این شما میتونید که از کوالیتی رو تعیین کنین که کوالیتی از چقدر باشه. از این قسمت شما میتونید همو تست کنین که چه قسم کوالیتیش خوب است و همو صدا رو که مثلا برای شما پخش میکنن. خب این قسمت که است قسمت پایین که است اکسکلوسیو مود، یعنی مود اکسکلوسیو که است در این حالت که است یا در این مود که است بر شما میگه که یک برنامه که به تنهایی که است کنترل صدا را کامپیوتر را بگیره. یعنی چی قسم اونو میده؟ یعنی یک کامپیوتر که شما مثلا یک پروگرام مثلا شما باز میکنین این دیگه پروگرام یا دیگه برنامه نتونه که از اون صدا استفاده کنه. مثلا اگه شما یک گیم استفاده میکنین یک گیم میزنین این گیم که اصلا فعال باشه، اگه این گزینه فعال باشه اکسکلوسیو مود فعال باشه تمام گیم که اصلا خود گیم که شما میزنن تمام کنترل صدا را که از اسپیکر که از کلش هم گیم میگیره. یعنی دیگه صدایی که از کامپیوترتون هیچ پخش نمیشه، مثلا صدای یا اعلانات باشه یا صدای پروگرام باشه یا مثلا یک موزیک در بک‌گراند شما پخش باشه، یعنی هیچ صدا رو شما نمیشنوین. فقط همون صدایی که در داخل گیم موقع داره در داخل از پروگرامی که شما هستین صدای زمو رو میشنوین. فقط از یک برنامه خاص اجرا میکنه، دیگه برنامه دیگه صداش کلش سایلنت میکنه یا صداش کلش ساکت میکنه. یعنی در بعض جاها که مثلا این خوب است مثلا اگر شما گیم بزنید مثلا مزاحمت براتون نمیشه، صدا مزاحم براتون نمیشه، مثلا یک فیلم میبینین یک پروگرام میبینین یک فیلم میبینین شما نمیخواین که براتون اعلانات یا دیگه چیزا بیاد، شما میتونید از این قسمت این انتخاب کنین و تمام صدای اعلاناتی که از اون قسمت گم میکنه و همچنین کیفیت صدا رو کم ذره خوب میکنه، به خاطر که دیگه صدا رو از همش سایلنت میکنه و همه اسپیکر که از مو پروگرام استفاده میکنه یا از مو گیم استفاده میکنه یا از مو صدای مو فیلم پخش میکنه. یعنی همچنان خوب طبعا که کیفیت صدا رو خوب میکنه نسبت به از او که مثلا همه پروگرام ها بطاری همزمان از پیش استفاده کنه. اگه این آف باشه مثلا اگه شما خواسته باشین چندین برنامه رو به طور همزمان استفاده کنید، مثلا هم میخواین گیم بزنین و هم میخواین آهنگ بشنوین، این مثلا خاموش میکنه و کیفیت صدا رو کم ذره پایین تر میکنه. از این قسمت شما میتونید رو آن و آف کنین و give exclusive mode application priority. این قسمت که مودی اکسکلوسیو یا مودی خاص رو که به خاطر اپلیکیشن هایی که به شکل اولویت دارن به اون میتونن، مثلا شما گیم استفاده میکنین یا گیم میزنین تمامی اولویت به گیم میتونن، یعنی به دیگه کسا کس یعنی به دیگه پروگرام ها نمیتونن. بعد از گیم شما کنسل میکنین در اون قسمت که گیم شما کلوز میکنین دیگه پروگرام استفاده میکنین تمامی اولویت یا تمامی عمل کرد و یا تمام توانایی اسپیکر به پروگرام دوم میده. بازی قسمت شما ریستور دیفالتس که است تمام تنظیمات به شکل اولیه که به شکل دیفالت از طریق سیستم نصب شده بر شما تغییر میده که بازی کلیک کنین. خب در این قسمت که است اسپیشال ساوندز که است اسپیشال ساوندز که است چی میگه؟ خب این که است اسپیشال ساوند که است برش به طور در لفظی که صدای فضایی هم برش میگه. خب این اسپیشال ساوندز که است یک ویژگی خاصی است در ویندوز که معمولا که به شما که از این قسمت میدن که صدا رو به شکل سه‌بعدی و واقعیت یعنی به شکل واقعی و به شکل ریلز ببینین یا بشنوین. یعنی قسمی که صدا رو که از پیش شما یا از نزدیک شما پخش میشه از این قسمت شما میتونین این تنظیماتش تعیین کنین، یعنی تنظیمات یک کیفیت خوب داشته باشین اگه این قسمت شما فعال داشته باشین.
مثلا در این قسمت ببینین فعلا که اگه آفش میتونین از قسمت آف کنین و از این قسمت شما میتونین پسش آن کنین. فعلا در این قسمت که ویندوز سونیک فور هدفونز برای کامپیوترها و برای بعضی دستگاهی که مثلا دستگاهی مثلا ساده باشه تلفن یا کامپیوتر که فعلا ویندوز سونیک فور هدفونز است. وقتی شما اسپیکر یا اسپیکرهای قوی را وصل می‌کنین امروی کامپیوترتون و شاید از کمپانی های دیگه یا از آپشن های دیگه در قسمت باشه شما از استفاده کنین. فقط برای کامپیوتر که ویندوز سونیک فور هدفونز است. خب شاید برای شما سوال پیش بیاد که چرا استفاده میکنه، یعنی کاربردش چیست. مثلا در بعضی پروگرام های مثلا در مثال خاص بخاطرش میدیم، بخاطر در بعضی گیم ها بخاطر شما اگه روشن باشه برای شما کمک میکنه. اگه شما گیم زده باشین یا گیم های آنلاین بازی کرده باشین یا گیم های مثلا جنگی باشه دیگه باشه، صدا کس از چندین طرف میاد، یعنی صدا کس از طرف چپ و راست، طرف بالا و پایین میاد. اگه ایره آن داشته با ایره آن کنین، یعنی صدا کس برای شما کس با شکل کیفیت خوب یعنی برای شما پخش میکنه و شما تشخیص میدن که صدا کس یعنی فایر کس از طرف چپ میشه، از طرف راست میشه، از طرف بالا یا پایین میشه، از این قسمت تشخیص میکنین. بخاطر اینکه از بعضی همین گوشکی های گیمینگ یا هدفون های گیمینگ است زیاد به خاطر گیمینگ استفاده میشه، به خاطر که همون کیفیت اسپیشال ساوند که است یعنی بسیار بلند باشه، از او که از بعضی از هاردورها یا بعضی از تول‌های استفاده شده که صدا که به شکل واضح یعنی به شکل خوب شما میتونین او را تشخیص بدین. یا مثلا در بعضی سینما یا در بعضی فیلم‌ها در بعضی سینما که شما رفته باشین یا بعضی فیلم‌ها را اگر پخش میکنه یا قسمی پخش میکنه که صدا رو که فکر میکنین شما در صحنه حضور دارین، یعنی در قسمت که به خاطر که او اسپیشال ساوند استفاده میکنه، یعنی صدا که به شکل 3D یا 3 بودی که یعنی برای شما پخش میکنه، یعنی قسمی که شما فکر میکنین شما از نزدیک شما کسی یا در صحنه حضور دارین از نزدیک شما پخش میشه. خب این مربوط از اون میشه که شما از استفاده کنین. و یک قسمی که گفتم این نظر به کیفیت و نوعیت اسپیکر شما متفاوت می باشه. این از بعضی کامپیوترها که از کامپیوترهای گیمینگ که از اسپیشال ساوند یا فرمت های مختلف داره، یعنی از فرمت خاص برش استفاده میشه که مامورای که از فرمت خاص میگه که به خاطر گیمینگ یا به خاطر زمون کامپیوتر استفاده میشه. و کامپیوتر ساده که از ویندوز سونیک فور هدفونز که معمولا از داره و شاید از فرمت‌هاش مختلف باشه از کامپیوتراتون. خب این نظر به فرمت از کامپیوترتون که نظر به سیستم کامپیوترتون که فرق میکنه که از استفاده میکنن. خب دیگه که از قسمت دیگه میریم، در قسمت recording که است. در قسمت اگه قسمت ببین شما در قسمت recording select a recording device below to modify its settings. خب در قسمت recording یا ضبط صدا که است به فارسی برای ضبط صدا میگه، در قسمت دستگاه‌های رو برای شما نشون میده که به خاطر ثبت صدا یا ضبط صداتون استفاده میشه. مثلا میکروفون باشه یا دیگه وسایل خروجی باشه یا دیگه وسایل ورودی باشه که شما میتونید از اون استفاده کنین، یا مثلا از خود داخل سیستمتون از داخل کامپیوترتون. اگه دیگه قسمت ببینید جک مایک است، خب جک مایک است فعلا کسی اگه ببینید not plugged in میگه با کامپیوتر شما پلاگ نشده وصل نشده، وقتی که ببینید قسمت نوشته سلام سرخ است یعنی آف است، یعنی استفاده نشده یعنی آف است. یعنی وقتی من کامپیوتر خود را وصل کنم با ما کسی آن میشه که از طریق جک یا از طریق مو جک بر شما باش من نشون بدم از طریق این چی عکسی رو نشون بدم شاید شما ندیده باشین. جک خب اگر این قسمت ببینین این قسمت اگر ببینین این که از جک میگه که این یک میکروفون است. اگر من به شکل جک استفاده کنم ببینید این قسمت جک مایک است، این جک مایک میگه یعنی به شکل جک داره. و USB میکروفون که ببینید دی قسمت که از جک های مختلف داره، ببینید که از جک مایک میگه ایره جک میگه و همچنین USB جک است. ببینید دی قسمت USB جک یکی از جک مایک است. من این قسمت میکروفون جک است که میکروفون USB جک نوشته کنم برای شما که از USB جک برده. ببینید قسمت که از USB جک است یا که از USB جک میگه، یعنی به این شکل که از USB جک ها که از استفاده میشه USB جک مایک از این که برای شما که از USB جک نیار که از کلش برنامه USB جک میگه که از این که استفاده میشه در قسمت کامپیوتر به خاطر ضبط صدا. خب
فعلا کس اگر در قسمت ببین علامه تک مارک در قسمت موقع داره. فعلا من صدا رو که ضبط میکنم از طریق میکروفون یو اس بی استفاده میکنم، از طریق یو اس بی میکروفون استفاده میکنم، از طریق جک یو اس بی کس من صدا رو ضبط میکنم. و فعلا میکروفون ارای کس خود میکروفون ارای کس در این قسمت کس یعنی با مجموعه از میکروفون ها گفتم میشه که به صورت همزمان کس به خاطر ضبط صدای شما استفاده میشه. این فقط داخل کامپیوتر ها موجود می باشه، یعنی از خود کامپیوتر از به شکل از طرف خود سازنده کامپیوتر یا مانیفکتچر یا کمپانیزم کامپیوتر که برای شما میه. این قسمی کار میکنه که در نقاط مختلف کامپیوتر شما که اس مایکا موجود داره که میتونه که صدا را که از نقاط مختلف کامپیوتر شما ضبط کنه. و همچنین کسی برای شما کمک میکنه وقتی که شما صدا را ضبط میکنین. در بعض صدا که مثلا محیط ها که مثلا شفاف نمی باشه، مثلا بعض صدا که از پایین می باشه یا آهسته می باشه یا پخش می باشه، یا بعض صدا که از صدای چهارطرف شما از دور می باشه، این برای شما کمک میکنه که صدا که از جذب کنه و برای شما که از پخش کنه. و در قسمت استریو میکس که است، خود استریو میکس که است، این هم از جمله مایکای است که به شما در داخل کامپیوتر به خاطر ضبط صدا استفاده میشه. فرقش با بالا با میکروفون ارای کسی هست که این هم که صدای گوینده را ضبط میکنه و همچنان هم صدایی که مثلا فعلا من یک گوینده هستم و برای شما صدا صحبت میکنم، هم صدای من را ضبط میکنه و همچنان هم صدایی که مثلا از طرف مقابل من از خود اسپیکر تلفنی من خارج میشه او را ضبط میکنه. یعنی فرقش به بالایی است که صدا میکروفون ارای کس فقط صدایی که من استفاده میکنم یا کسی که صحبت میکنه یا از خود کامپیوتر ما استفاده میکنه، ولی صدای اسپیکر را ضبط نمیکنه. ولی استریو میکس که صدای اسپیکر هم ضبط میکنه و همچنان صدای خودی زمین مایک ضبط میکنه، یعنی هر دو شکست همزمان ضبط میکنه. این یک مثال خوبش است که وقتی که شما اگر گیم های آنلاین شاید گیم زده باشین، یعنی وقتی که شما گیم های آنلاین بزنین، یعنی چندین یوزر که مولتی یوزر میتونه او استفاده کنه، یعنی میتونه مثلا چندین نفر همزمان هم رای دیگه صحبت کنه. اگر شما مثلا اسکرین ریکارد کنین یا خود صداتون ثبت کنین ولی صدای خود شما میاد ولی صدای طرف مقابل برای شما نمیاد، به خاطر که شما از میکروفون ارای استفاده کنین. وقتی که از استریو مکس استفاده کنین این کس هم صدای میکروفون شما رو ضبط میکنه و همچنان هم صدای می خودی از طرف مقابل که از اسپیکر شما خارج میشه او رو به طور همزمان و دوش ضبط میکنه. خب بالا از کلیک میکنین در قسمت که بعضی تنظیمات یا که تنظیمات کلش که امرای دیگه که مشابه است. اگر برای استریو مکس هم کلیک کنید، میکروفون هم کلیک کنید، تنظیماتش به شکل پراپرتیز به شکل یکسان است. خب به شکل دیجیتال جک است از این استفاده شده. ببینید در داخل به شکل دیجیتال است که به شکل 0 و 1 است. از خود جک انفورمیشن ازی معلومات در مورد جک ازی در این قسمت اگه شما ببینید نامش چنج میتونید و ایکانش از این قسمت چنج میتونید و همچنین در قسمت از این که انیبل و دیسیبل شما میتونید که برو انیبل کنین یا اکتیو یا فعالش کنین یا غیر فعالش کنین. در قسمت پراپرتیز که هست بعضی تنظیمات دیگه هست که تنظیمات در مورد درایور و جنرالی رو براتون بیشتر گفتم، در مورد ازی براتون معلومات میده. و در قسمت لیسن که هست خب you can listen to a portable music player or other device through this microphone array jack if you connect a microphone use me hear feedback. خب در این قسمت که هست شما ببینین برای شما که مثلا اگر شما ببینین اگر در این قسمت listen to this device اگر این کلیک کنین مثلا خودی همین میکروفون شما که هم به داخل از اسپیکر شما که گوش میکنه، یعنی هم صدای زور پخش میکنه و همچنان در قسمت playback to this device از کدام طریق که است همین playback شده پخش شده از طریق اسپیکری که هدفون است یا از طریق از خود کامپیوتر ما یا از طریق مانیتوری ما که از طریق LCD ما که به کامپیوتر ما واسطه از کدام طریق پخش شده صدا. شما میتونید از این قسمت او را تنظیم و ترتیب کنید. من به شکل دیفالت قرار دادم که هر وقت خودم خواسته باشم یا خود سیستم باشه از قسمت خودش انتخاب کنه. در قسمت پاور منیجمنت که است خب از این قسمت میتونید تنظیمات صدا را که از کنترل کنید. continue running when on power when on battery power وقتی که شما از تنظیمات بطری تان استفاده میکنین خود زمین اگر شما این انتخاب کنین همین میکروفون ارای شما یا از می خود اسپیکر خود کامپیوتر شما استفاده میکنه همین وقتی که بالا بطری شما باشه. وقتی که سیف پاور باشه
حالت سیف پاور در قسمت باتری شما میخواین که در قسمت سیف پاور و همچنان باتری پاور استفاده شو. وقتی که میزان شارژ باتری شما از محل معینی که شما تعیین کردن یا سیستم تعیین کرده از او پایین شود، در قسمت شما یک سیف پاور برش تعیین میکنین. وقتی که این انتخاب کنین، با مجردی که درجه یا میزان باتری شما از اون سطح پایین شود، خودی به شکل اتوماتیکلی کس دیسیبل میکنه همین اسپیکر شما را و از اون اسپیکر شما استفاده نمیکنه. وقتی که شما انتخاب کنین بالا باتری پاور شما که استفاده میشین به طوری همزمان که استفاده میکنه از اون اسپیکر شما، یعنی فعال باشه، یعنی دیسیبل نمیشه. همچنین دی قسمت که لیولز است، دی قسمت سطح اما صدا را مثلا وقتی که شما میخواین او را ضبط کنین از این قسمت تعیین کنین، یعنی چقدر صدا باشه، به کدام میزان ضبط، یا صدا به اندازه 100 درجه باشه، بلند باشه زیاد، یا پخش باشه از این قسمت، یا میوت باشه، صدا که بیخی مثلا استفاده نباشه و مثلا صدا نداشته باشه، از این قسمت شما میتونید تعیین کنین. و همچنین دی قسمت مایکروفون بوست که است. خب مایکروفون بوست که است، اگه شما ببینید دی قسمت شما میتونید حساسیت میکروفونی خود را در قسمت افزایش بدین که صدایی که مثلا در قسمت کمیتر در قسمت محیط شماست، مثلا صدای ضعیف استن یا مثلا صدایی که دور هستن یا مثلا صدای بعضی بسیار مثلا صدای مثلا ضعیف و آهسته باشه، از این قسمت شما میتونید صدا را که بوست کنین یا صدای خودی کمی میکروفون شما را قوی میکنه. یعنی هر صدایی که در چهار اطراف محیط کمیترتون باشه به مجرد یک صدای خیلی آهسته باشه او را هم ضبط میکنه یا او را هم کس ریکورد میکنه. یعنی از این قسمت با واسطه از اینکه شما میتونید میزان صدا را کس مثلا کنترل کنین یا میزان صدا را کس حساسیت صدا را افزایش و کاهش بدین که معمولا در قسمت 10 دی پی کس یا 10 دپت کسی موجود باشه، به خاطر که اگر یک قضیات کنین حتی صدایی که مثلا یک صدا یک بندازه یک کلیک یا بندازه یک تپ هم باشه برای شما کس باز یعنی ریکورد میکنه. یعنی به شکل دیفالت کسی ده کس صحیح است. در قسمت ادوانس که از این قسمت شما میتونید بیشتر گفتم فرمتی صدا رو تنظیم کنید که چقدر کوالیتی صدا باشه، یعنی کوالیتی صدا که از پایین و بالا باشه. و این قسمت هم بیشتر تشریح کنیم که ضرورت نیست باید دوباره تشریح کنیم. و همچنین در قسمت ساوندز که است. خب در قسمت ساوندز که است، در قسمت ساوند که است به این قسمت که است یا این منیو که است به مجموعه صداهای سیستم گفته میشه که در هنگام وقوع یک رویداد یا یک حادثه یا یک حادثه خاص که کامپیوتر شما ایجاد میشه این پخش میشه. مثلا یک حادثه خاص چی بنا میتونه یک حادثه مثلا من امی ویندو را یا می پنجره را که کلوز میکنم، یک حادثه یا یک وقوع یا یک اعلان برام یک پیام به من در قسمت نوتیفیکیشن ما خب یک حادثه را به نشان میده. خب صدایی که در داخل کامپیوتر شما تنظیم میشه، صدایی که مثلا یک پیام میاد بعد شما صدا رو شما تنظیم میکنین یا مثلا از این قسمت شما اون صدا را تنظیم میکنین. یعنی اون صدا را که از این قسمت همه مجموعه صدا که از این قسمت موقعیت داره شما میتونید از این یکی استفاده کنید. چون بعضی الارمای مثلا داخل کامپیوتر یا پیام‌های سیستم مثلا که یک صدای خاص داره که شما شنیده باشین که در این قسمت همه صدای وجود داره. خب در این قسمت اینجا براتون به انگلیسی میگفته sound name is a set of sounds applied to events in Windows and programs. You can select an existing scheme or save one you have modified. از این قسمت شما میتونین ساوند اسکیم طرحهای مختلف رو مثلا میتونین که نو ساوند صدا بخی نداشته باشه از همه کامپیوتر شما که نوتیفیکیشن ها همه صدایی که داخل کامپیوترتون هیچ صدا نباشه، یعنی سایلنت باشه کامپیوترتون، هیچ صدایی داخل کامپیوتر شما خارج نمیشه از نوتیفیکیشن ها و صدای سیستم. و در قسمت ویندوز دیفالت یا ویندوز دیفالت مودیفاید شما از این قسمت شما میتونید ایره کسب به شکل سیف است با سیف دی ساوند اسکیم از به نام خودتون یا یک اسکیم یا یک طرح خاص یا یک دیزاین خاص بر خاطر خودتون که تنظیم کنین یا به نام خودتون او را میتونید او را تنظیم کنین. مثلا من میخوام به نام خود مثلا تنظیم کنم مثلا به شکل مای اسکیم یا طراحی خودم استفاده کنم، بالازی اوکی میکنم یک طرح خود خاص به خاطر خودتون جور میکنین. یعنی میتونید از این قسمت استفاده کنید یا میخواستین که از طریق خود ویندوز دیفالت یعنی خود سیستم که به شکل دیفالت یعنی خود سیستم جور کرده او صدا را شما میتونید از اون استفاده کنید. اگه شما خواسته باشین مثلا مای اسکیم یا طرحهای خودتون مثلا از صدای مثلا مختلف مثلا یک پروگرام شما کلوز میکنین
ببین یک صدا بین این قسمت صدا نداره. ما میخوایم از این قسمت صدای مختلف را برای اینکه یک پروگرام وقتی کلوز میکنم یک صدا برش میدم. میخوایم یک وقتی پروگرام ما کلوز میکنیم کلیک میکنیم یک صدا به ما بده. مثلا این صدا رو انتخاب کردم، ببین این قسمت یک صدا برش یک صدا میاد. اگه من برای اپلای میکنم فعلا ببینید من اگه این پروگرام کلوز میکنم ببینید با من کس یک صدا میاد. ببین به خود که کس یک صدا رو تنظیم کردم. یا می قسم شما میتونید به هر قسمت که صدا را تنظیم کنیم، حتی میتونید صدای خودتون از این قسمت ببانید. یا مثلا ما میخوایم وقتی که ببینید این قسمت صدای مختلفی است. وقتی این قسمت ببینید شما وقتی که پروگرام یک ویندو را که شما بزرگ میکنین از کدام صدا استفاده شده. خب از این قسمت ببینید شما وقتی که باتری شما کم باشه یا مثلا لو باتری الارم که هست، اما الارم بر شما بده کدام صدا بر شما بده. فعلا این صدا با ما میایسته که ببینید شما ببینید فعلا این صدا میده. میخوایم که امی صدا را که وقتی از این قسمت شما میدین صدای خودتونه، یا صدایی که در داخل کامپیوترتون یا صدایی که در داخل سیستم شما وجود داره از این قسمت شما میتونید یا صدای خودتونه که حتی میتونید ضبط کنین و برش بدین. مثلا من صدا را در این قسمت دارم، ببین این قسمت که از لو باتری که است، من در این قسمت صدای خود بیشتر ضبط کردم که به خاطر که شما بفهمین یعنی یاد بگیرین. این براتون یاد بدم که چه قسمی رو جور میکنین. و همیشه کس اگه در این قسمت شما ببینین همیشه کس وقتی که صدا رو استفاده میکنین در داخل سیستم یا در داخل ذکر بر شما به شکل نوتیفیکیشن و به شکل صدا بر شما بیاد این قسمت همیشه از فرمت یا از اکستنشن .fav یا .wav استفاده میکنه. اگر در این قسمت شما ببینید من فایل اکسپلورر خود باز میکنم، وقتی که من صدا رو ثبت کنم و فرمت M4A داشته باشه فرمت MP3 را استفاده نمیتونید. این قسمت اگر قسمت میوزیک ببینید فعلا اما در این قسمت اگر ببینید اینجا فعلا دو دانه است .wav و فعلا این قسمت که است M4A موقع داره. این رو ببینید تایتلش که معلوماتش به شکل ریکوردینگ است، یعنی ما این رو ریکورد کنیم. در این قسمت نماله به خاطر که اکستنشن از M4A است و ما براتون نشان میدم که چه قسم اکستنشن از این که از به .wav تبدیل میکنن. خب بعضی پروگرام ها موقع داره که بعضی پروگرام ها رو موقع داره که برای شما اینستال میکنن و برای شما که او رو به شکل از M4A در WWAV تبدیل میکنه به اکستنشن و به شکل آنلاین هم شما اگر به اینترنت وصل باشین به شکل آنلاین هم شما میتونین او را تغییر بدین به .wav. خب ببینید این قسمت ما از لو باتری که است ما سابقا ثبت کردیم. ببینید این قسمت ما وقتی که باتری میکس کم باشه یا مثلا با ما کسی صدا رو بده کامپیوتر شما در حال خاموش شدن است. خب ما این صدا رو براتون یعنی به شکل یک اینچی پخش کنیم میشم به شکل یک از این قسمت شما میدونید پس صدا رو که از بالایزی که صداش گم کنین یا به شکل نان انتخاب کنین این صدا بالایزی پخش نمیشه. و اگر شما خواسته باشین مثلا صدای خودتون رو ثبت کنیم بالایزی لاو باتری الا رو ببینیم صدای خود رو پخش کنیم بالایزی اپلای میکنم. وقتی که کامپیوتر ما در حالت لاو باتری یعنی کامپیوتر ما که میزانی از باتریش که پایین شو به شکل یک مسیج که به ما که میگه که کامپیوتر شما در حال خاموش شدن است یا کامپیوتر شما که برای شما هر صدا رو که شما خواسته باشین ببینید این قسمت مثلا به شکل ویلکم ببینید این قسمت شما میتونید استفاده کنید. مثلا من یک پروگرام وقتی که کلوز یا یک پروگرام مثلا ماکسیمایز میکنم با مکس یا این قسمت ببینید براوز انتخاب میکنم یک پروگرام وقتی که من ماکسیمایز میکنم با مکس صدای ایره بدم ببینید این قسمت صدای خودم است. خب در این قسمت وقتی پروگرام ماکسیمایز میکنم ببینید یک پروگرام مثلا این کوچک سالی فیلم ماکسیمایز میکنم ببینید این قسمت وقتی ماکسیمایز کنم Welcome to your computer با من که صدا میده یعنی welcome to your computer. یعنی شما میتونید از این قسمت صدای خودتون به داخل کامپیوتر بدین یعنی از این قسمت. خب چه قسمی صدا رو مثلا میتونید داخل کامپیوترتون صدای خودتون بدین. خب در این قسمت اگه شما ببینید این قسمت شما میتونید از داخل هر جای شما میتونید ریکورد کنین صداتون یا یک صدای یک موزیک ببینید یا دیگر ببینید هر چیزی که شما خواسته باشین. در داخل کامپیوتر شما وایس ریکوردر وجود داره. خب وقتی که وایس ریکوردر رو بالایزی اوپن میکنین فیلم برای شما وایس ریکوردر باز میشه. این قسم در این قسمت شما یک وایس شما ریکورد میکنین. اگر شما در این قسمت ببینین یک صدا ریکورد میکنین فیلم که ما از این چی استفاده مثلا یک صدا سلام علیکم یک صدا رو مثلا با این چی خودتان که هر قسم شما خواسته باشین اما صدا رو انتخاب میکنین. در این قسمت ریکورد شما میاد بالایزی که رایت کلیک میکنین اوپن لوکیشن میزنین. خب
خب این کس معمولا دیسک سیم باشه و موقعیت صدا شما این میتونین از این قسمت انتقال بدین و داخل یک جایی که آدرسش برای شما موقعیت داشته باشه. مثلا ما میخوایم میره داخل موزیک ببرم، ببینید این قسمت فعلا داخل موزیک رو من بردم. اگه شما ببینید این قسمت که recording .m4a خب ببینید اما شارکتش که به شکل .m4a است، به خاطر که من ایره از شارکت .m4a یعنی ریکورد صدایم است. اگه من ایره کلیک کنم با ما کس ببینین فعلا شما اگه اینجا ببینین من اینجا داخل ساوند میرم، داخل ساوند وقت شما ببینین اینجا براوز بزنین، اگه شما ببینین بیشتر که موقعیت صدا در قسمت موزیک ببینین اینجا وجود نداره، به خاطر که .wav که وجود داره ولی .wav به خاطر از استفاده میشه، ولی اکستنشن .wav ولی اکستنشن .m4a که به خاطر از استفاده نمیشه، باید اکستنشنش به .wav تبدیل کنین. خب بعضی سافت‌ویرها موجود داره که تبدیل میکنه. خب طریقه آسانش است که اگه شما به اینترنت وصل باشین، خب در قسمت اینترنت شما ببینین در قسمت گوگل میرین، ما یک تاب باز کنم در قسمت، خب در قسمت مثلا در قسمت گوگل میرین اینجا نوشته میکنین اینجا نوشته میکنین M4A to WAV converter free. M4A to WAV converter free که بالا کلیک کنین ببینید اینجا قسمت که هستم اول سایت باز میکنین، سایت اول باز میکنین سفر کس که من ماکسیمایز کنم. Welcome to your computer. خب در این قسمت شما وقت کلیک کنید ببینید این قسمت فرمت های مختلف وجود داره. خب من فعلا M4A به WAV تبدیل میکنم. در قسمت چوز فایل میزنم، یعنی به شکل کلاودی به شکل آنلاین کسی بر شما کس امی خودی موزیک مو صدای شما را یا مو اکستنشنش تغییر میده یا نوعیت فایلش تغییر میده. ببینید بیشتر که به شکل ریکوردینگ .m4a رو من انتخاب کردم، بالا از اوپن کلیک میکنم. در اینجا قسمت میبینیم کانورت، این سایت های مختلف وجود داره، هر سایتی که شما خواسته باشین. ببینید این قسمت به من مستقیم که کانورتش کرد recording.wav، بالا دانلود کلیک میزنم به من دانلود میشه. وقتی که براتون دانلود شو فعلا در قسمت دانلود کامپیوتر شما موجود است. خب ایره من کلوز میکنم. ببینید این قسمت فعلا اگه من براوز بزنم در قسمت دانلود کامپیوتر من ببینید recording.wav وجود داره. فعلا میتونم از استفاده کنم. بالای تست ما از این چی استفاده مثلا یک صدا سلام علیکم سلام علیکم استفاده کنین. هر صدایی که شما خواسته باشین استفاده میکنین، صدای خودتان یا صدای مثلا یک موزیک یا به نظر بعد ذوق علاقه خودتان است. طریقش بود که شما میتونین هر صدا را شما انتخاب و ترتیب و تنظیم کنین بالای زو. خب در قسمت پلی ویندوز استارتاپ ساوند، خب پلی ویندوز استارتاپ ساوند که این صدای امو شروع ویندوز است، مثلا دمو صدای خاصی را که ویندوز وقتی که راه اندازی میشه، ویندوز وقتی کامپیوتر شما روشن میشه، سیستم شما راه اندازی میشه یا براتون می صدا که پخش میکنه و این صدا یک صدای خاص است و براتون اطلاع میده که کامپیوتر شما به خاطر استفاده کردن یا به خاطر اپریت یا مثلا اپرات کردن کس آماده است. اگه شما نمیخواستین که مثلا صدایی که شما تنظیماتش تعیین کردین نمیخواستین اون رو استفاده کنین، به شکل ویندوز دیفالت کس ایره تنظیم کنین. در قسمت که بالای یس کلیک کنین تنظیماتی با شکل دیفالت از طرف خود سیستم ویندوز و برای شما استفاده میشه. خب ای بو از قسمت ساوندز، امیدوارم که فهمیده باشین. ایره در قسمت کمیونیکیشن کس و در قسمت ارتباطات Windows can automatically adjust the volume or different sounds when you are using your PC to place or receive telephone calls. خب در قسمت ارتباطات که است ای با تنظیمات اشاره میکنه. در قسمت به انگلیسی بر شما گفته، یعنی با تنظیمات اشاره میکنه که زمان شما یک برنامه ارتباطی را مثل اسکایپ باشه، چی واتساپ باشه، چی زوم باشه یا چی تماس صوتی باشه یا تماس ویدیو کال یا میتینگ ها باشه، در ویندوز شما وقتی که فعال باشه، وقتی که شما از طریق میخواین استفاده کنین، وقتی که ویندوز شما امی ارتباطات مثلا دیتکت کنه، when Windows detects communication activity یا امی فعالیت امی ارتباطات شما را مثلا دیتکت کنه، چه از طریق مثلا اسکایپ، زوم باشه، هر پروگرامی که باشه، او تشخیص کنه میزان صدای شما را چه کدام تغییرات را در داخل کامپیوتر شما بیاره. از این قسمت شما میتونید رو تنظیم کنین. mute all other sounds، وقتی که شما کلیک کنین، وقتی که ویندوز شما ایره چی کنه مثلا دیتکت کنه که شما امروز کسی در صحبت هستین، در جلسه هستین، همه صدایی که داخل کامپیوترتون باشه، چی صدای مثلا در بک‌گراند مثلا صدای یوتیوب یا صدای آهنگ ها یا صدای نوتیفیکیشن هایی که در داخل کامپیوترتون است، همش میوت میکنه، همش یعنی ساکت میکنه، یعنی هیچ چیزی سایلنت میکنه، هیچ چیزی صدا برای شما نمیاد.
یعنی شما میتونید به طور یعنی شفاف یا به طور واضح امروز کس یعنی کمیونیکیت کنین یا ارتباط داشته باشین، امروز تماس داشته باشین. امروز اون نفر بخاطر که هیچ مزاحمت یا چیز نباشه، صداهای دیگه کلیش کس سایلنت بشه. reduce the volume of the other sounds by 18%. خب این قسمت که از وقتی که کامپیوتر شما دیتکت کنه یا تشخیص کنه که شما در حالت ارتباط هستین یا در حالت مثلا تماس هستین، صدایی که از دیگه داخل دیگه پروگرامات یا دیگه نوتیفیکیشن که داخل کامپیوتر است، همه صدا رو به 80% کس پایین میکنه. همچنین در قسمت reduce the volume این بشه که به اندازه 50% کس بر شما صدای دیگه پروگرام را پایین میکنه، ولی اما صدایی که شما برای اسکایپ یا در اسکایپ یا در واتساپ یا در ویدیو کال یا وایس کال هم را دیگه هستین، او را که به شکل تغییر نمیدین. شما میدونید مرایزو کسی هم با مو حالت اولی که ارتباط برقرار کنین، فقط صدایی که دیگه پروگرام ها زور کم میکنه. do nothing، هیچ کاری نکو، هیچ کاری نمیکنه. به مو حالت که هم موزیک آن باشه و هم نوتیفیکیشن براتون میه، هم هر کاری که داخل کامپیوترتون که میشه او را بر شما به طور همزمان کلش پخش میکنه. همچنان هم شما در میتینگ میباشین، خب ممکنه که از هر قسمت که شما خواسته باشین من reduce the volume of other sounds by 50% انتخاب میکنم. خب این بود تنظیمات صدا. خب تشکر از حضورتون، امیدوارم که جلسه برای شما مفید تمام شده باشه. خب هر سوال، پیشنهاد، انتقاد داشته باشین میتونید کنین در غیر از جلسه ما تمام شده. خداحافظ، ناصرتون، وقت خوب و خوش داشته باشین.